پس حرفت درست بود. نه تنها همسر من نبوده، بلکه پسرم هم واقعیت نداشت و من یه بازیچه بودم. شاید بهتر باشه آرومتر بنوشی. چرا آرومتر بنوشم؟ خب بیا یه فکری بکنیم. در مورد این ناتاشا چیا بهت گفت؟ کی بهش پول داده؟ خب اون گفت از آنیا پول گرفته، پس باید دنبال آنیا باشیم. الان کجا دنبالش بگردیم؟ برای چی؟ چی؟ خب چرا دنبالش بگردی؟ میخوای انتقام بگیری؟ نه واقعا. چرا انتقام بگیرم؟ من فقط میخوام بفهمم کیه و چرا این همه نقشه طراحی کرده. قطعا آنیا تنها نبوده. کسی رو داشته که کمکش میکرده. اونی که همه چی رو طراحی کرده آنیا رو گول زده. تو هنوزم دوستش داری آره؟ نه. دوستش ندارم. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیتس مدیا دیروز اینجا اینترتینمنت. سر میز نشسته بودم و به یاد می آوردم که متاسفم. بله. تو کافه هم من. من باید برم. لطفاً بیشتر از این خودتو اذیت نکن. شبت بخیر. خداحافظ. سلام. سلام. دوباره منم. چی میخوای؟ راستش من برای پتیا اسباب بازی آوردم. ممنونم اما من و همسرم به چیزی نیاز نداریم. ببین من واقعا از ته دلم اونو دوست دارم. منظورم اینه که هیچ وقت غریبه نیست. میفهمم. به چشم تو من مقصرم. حتی مقصر کلمه درستی نیست. من مستحق مجازاتم میدونم. ولی خب شاید بتونی به خاطر بچه منو ببخشی و دیگه لطفاً این اطراف نیای. گوش کن، من
من واقعا به چیزی نیاز ندارم. فقط میخوام بیشتر نزدیکش باشم. همین. ایلیا، این بچه تو نیست و حتی پدر واقعی اون به زودی برمیگرده خونه و من نمیخوام که اون تو رو اینجا ببینه. میفهمم. فقط نمیدونم الان باید چی کار کنم. ببخشید ولی منم نمیدونم. خیلی خوب. واقعا متاسفم. ایلیا، صبر کن. اینا مال توه. نیازی نیست. مال خودم. لطفاً بگیرش. این تنها چیزیه که از اونچه که به ما پرداخت شد باقی مونده. تا حالا 1000 بار پشیمون شدم که قبول کردم. تو آدم خوبی هستی اما لطفاً ما رو تنها بذار. کی این نقشه رو کشید؟ آنیا؟ اونم واسه کسی کار میکرد. بین دوستات دنبالش بگرد. خب بهم بگو، یعنی کسی ازم شکایت کرده؟ نه اصلا شکایتی در کار نیست. خب پس چی؟ من متوجه نمیشم. میتونم باهات صادق باشم؟ آره خب. خب راستش ایلیا، وضعیت تو منو میترسونه. شکایت و اینا هم در کار نیست. منظورت چی؟ خب چطوری باید بهت بگم، اما احساس میکنم که تو با یه چیز عجیبی درگیری داری. گوش کن تاتیانا، همیشه تو زندگی هر فردی اتفاق تلخ و شیرین میفته. باور کن جای نگرانی نیست. رئیس، من یه مشتری دارم. متاسفم. سلام. سلام. اسم من ایلیاست. من به عنوان مدیر توی فروشگاه تلفن همراه کار میکنم. کالای مورد نظرتون چیه؟ گوشی‌ها، تجهیزات جانبی؟ من به مدیر علاقه‌مندم. اون که در اختیارتونه، اما مدیرای ما انحصاری هستن. میدونم. من میخوام تو رو دعوت کنم به یه عروسی. نه برای عروسی من، برای اون عروسی رویایی. یادته که بهت گفتم. آره. چرا من؟ خب ما قبلا به همه چی فکر کردیم. راستش ما به یه آدم مهربون نیاز داریم. من کسی رو بهتر از تو نمیشناسم. ممنون ماشا، اما میترسم از پسش بر نیام. اما من یه جور دیگه فکر میکنم. براوو! لذت کار دوستمون خیلی عالی بود. ازتون ممنونم. حالا بگین کسی دیگه ای هم هست که بخواد به تازه عروس و دوماد تبریک بگه؟ آره من. بفرمایید، خواهش میکنم. دوستتون دارم. دوستتون داره. دوستتون دارم.
مبارک باشه. خب بعدش چی میشه؟ خب حالا میخوام یک کمی حرف بزنم دوستای عزیز. بیاین تا به افتخار یه زندگی واقعی و طولانی عاشقانه بنوشیم. همه چیز برای شما واقعی بوده. اینطور نیست؟ درسته، بالاخره همه چی مرتب نبود. تو بالاخره بچه‌های واقعی داشتی، نه جعلی. تا به حال بارداری خیالی داشتی. صبر کن. متاسفم. ببخشید. خب خانوما، بیاین یکم با هم برقصیم. آره، همه بیاین برقصیم. الان وقت شادیه. چقدر قشنگه. تو کاملا مطمئنی که میخوایی من زنت بشم؟ البته که میخوام. تو خیلی خوبی. مثل بقیه نیستی. نیازی به آپارتمان‌های لوکس، اتومبیل یا خونه‌های مسکونی نداری. تو ارزشت بیشتر از همه ایناست. مطمئنی من به همه اینا نیاز ندارم؟ شاید منم اینطوری باشم، فقط یکم گرونتر. داری جدی میگی؟ شوخی میکنی دیگه. البته که گرونه. آره زنت میشم. فقط حدس بزن که چی؟ بهتره که بعد بریم، ما که عجله‌ای نداریم عزیزم. معلومه عجله نداریم. اجازه دارم بیام داخل؟ بله. بیا داخل. بفرمایید بشینید. بفرمایید. خودتو معرفی کن. اسمت چیه؟ آنیا. آنیا اسم واقعی شماست؟ آره. خب گوش کن. باید باهات حرف بزنم. در مورد خودت یه چیزی بهم بگو. شاید یه چیز در مورد دوران کودکیت، یا در مورد خانواده‌ات، یا اینکه اهل کجایی. تو اهل مسکو نیستی مگه نه؟
چطور و چه زمانی تصمیم گرفتی بازیگر بشی؟ خیلی خوب. توضیح بده. از بچگی آرزو داشتم بازیگر بشم. اگه امکان داره لطفاً به دوربین نگاه کن. ممنونم. فکر میکردم تنها کاری که باید انجام بدم اینه که بیام مسکو و تمام. اون وقت همه چیزو به همه ثابت میکنم. تو رو شگفت زده میکنم. من حتی نتونستم کمیته پذیرش تئاتر رو غافلگیر کنم. خداحافظ. و کجا؟ مسکو مثل یه ماده مخدره. منم خیلی بهش وابستم. مجبور شدم نقشه بکشم. بعدشم به نوعی همه چیز به سرعت اتفاق افتاد. 1-2 هفته و من تمومش کردم. اسکورت روسپیا. خیلی سریع اتفاق افتاد. یعنی تو تن فروشی میکردی؟ خب اونا به شما روسپیا رو توی حیات شلوغ تو شب پرنور نشون میدن. اسکورت روسپیا یکم متفاوته. خب بعدش چی؟ بعدش با خونه، با پول، با هر چیز دیگه ای معامله می شدیم. اما هیچ کس به استعداد من نیازی نداشت. حتی الان می بینی که من در حال تلاش برای بازیگریم. حتی یه قدمم نزدیک نشدم. اصلا فایده ای نداشت. تو به نظرم بازیگر خیلی خوبی هستی. خیلی ممنونم. ایلیا، فقط توی 1 سال و نیمی که با تو بودم فهمیدم که بازیگری واقعی یعنی چی. قبلش همش با وسواس بازی میکردم. اونجا بود که فهمیدم بازی یعنی چی. زندگی کردم. خب گاهی اوقات واقعا تصور میکردم که همسر واقعیتم. واقعا فکر میکردم که دوستت دارم. تو عشق میخواستی، پس این عشقم به دست آوردی. اما خیلی گرون به دستش آوردی. خیلی گرون. خودمم باورم نمیشد که چطور تونستم اینقدر خوب نقشمو بازی کنم. چرا؟ بهم بگو. چرا منو انتخاب کردی؟ من انتخاب نکردم. کار کی بود؟ اونی که به ذهنش رسید کل این عملیاتو هماهنگ کنه کلی به جیب زد. منظورت کیه؟ اون کسی که همه پولتو ازت گرفت. ازت پرسیدم اون کیه؟ از من میخواست که بهت بگم زیبایی این تجارت تو دادنه پول داوطلبانه توسط مشتری و غیر قابل اثبات بودن جرمه. اون بهم گفت که تو منو نمیکشی. تو از اون آدماش نیستی. منم باهاش موافقم. ایلیا لطفاً منو ببخش. تو آدم خوبی هستی. از اینجا برو. فقط برو.
یه پروژه رو انجام بدیم و کار آخرمونه. من یه ایده جالب دارم. چند برابر، پول بیشتر، اونم چندین میلیون. نظرت چیه؟ بعد برو بچه دار شو و بچه بزرگ کن. دیگه نمیدونم، هر برنامه دیگه‌ای که داری انجام بده واسه زنت بهترین باشه. مطمئنی این شغل رو دوست داری؟ البته ایلیا، تو حتی نمیفهمی من چی میگم. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است یا در دسترس نمی باشد. خب بگو ببینم چی شد. اون همه چیزو انکار کرد اما بعد تماس گرفت و تصمیم گرفت حرف بزنه. گوش کن، من گزینه خاصی رو بهت پیشنهاد کردم که میتونه برای هر دوی ما مناسب باشه. تو برای من یه نفر رو پیدا میکنی و من تمام جزئیات رو بهت میگم. هر چیزی که میخوای بدونی درباره معادن طلا، جنگل، هر چیز دیگه. من یه پیشنهاد متفاوت بهت میدم. تو میخوای یورا رو متقاعد کنی که همه چیزو گردن بگیره اما خودت پاک بمونی. پس من به اعترافات صادقانه تو نیازی ندارم. دیر یا زود به این نتیجه میرسم که چطوری این کلاهبرداری رو لاپوشونی کردی. گوش کن، یه بار دیگه بهت میگم. تو منو خوب میشناسی. من نمیخوام بهت دروغ بگم. اگه نمیخوای میتونی هر طور دلت میخواد برداشت کنی. خب فرض کن من قبول کنم کمکت کنم. چه تضمینی هست که دوباره به هم دروغ نگی؟ من قبلا خودم رو بدبخت کردم. دیگه کافیه. دیگه خسته شدم. ولی کلا بهتره به هم کمک کنی. من دوباره برمیگردم پیشت. خوبه. منتظر تماسم باش. میدونی آره دیگه سنمون رفته بالا. منم خب واقعاً از مادر عمونم بریده متاسفم. شده. نمیدونم دیگه باید تو اصلا متوجه میشی به چه آدمایی بی احترامی کردی؟ اونا خیلی مظلومن. چطوری اون حرفا رو زدی؟ میخوای ازشون عذرخواهی کنم؟ الان دیگه چه فایده‌ای داره؟ ببین واقعا این چیزی نیست که الان به خاطرش اومدم. من اومدم که میدونم چرا اومدی. تو حتی نمیتونی تصور کنی که چقدر برای من سخت بود که ازت جدا شم. و من الان فقط تونستم یک کم ازت دور بشم. اما میدونی چی فهمیدم؟ میخوام بگم فهمیدم هنوز آماده نیستم. ما عجله داشتیم و الانم زندگی جدیدی داریم و چه خوبه که از دوست داشتن من دست کشیدی. گوش کن، مهم نیست بعد تو. ببین مهم نیست امروز چطور تموم بشه، چون بعیده که همدیگه رو دیگه ببینیم. من واقعا متاسفم. خوبه. منتظر تماسم باش. فعلا خدافظ. سلام یورا.
کم پیدا شدی. فکر کنم باید صحبت کنیم. چرا باید حرف بزنیم؟ شجاع شدی؟ شجاعت دیگه تو زندگیم نقشی نداره. پس چرا گفتی بیام؟ شنیدم گفتی من از اون آدمایی نیستم که بتونم آدم بکشم. خب الان میخوام عکسشو بهت ثابت کنم. صبر کن. جنجال به پا نکن. بریم یه جا صحبت کنیم. باشه؟ حرف میزنیم حلش میکنیم. الو. گوش کن ایلیا. بله. من چیزی نفهمیدم. تو باید زودتر میومدی پیشم. من عجله‌ای ندارم، اما تو لطفاً حرکت احمقانه‌ای انجام نده. من تو رو زنده و سالم نیاز دارم. من میخوام حسابی کمکت کنم خلاص بشی. نگران نباش، هیچ حرکت اشتباهی نمیکنم. فعلا. نه نمیخواد بیای. بعدن خودم همه چی رو بهت توضیح میدم. خیلی خوب باشه. خداحافظ. وقتشه حرف بزنیم. مثل دوتا آدم. خیلی خوب، چی میخوای بدونی؟ میخوام بهم بگی چرا این کارو با هم کردی؟ ایلیا سخته، ولی خب باید اینو بفهمی. به خاطر پول؟ نه فقط. خیلی سخت بازی میکنی. تو همیشه رئیس بازی میکردی و بعدش وقتی از کلاهبرداری خسته میشدی میخواستی نقش آدم صادق رو بازی کنی. حتی به این فکر نکردی من چی کار کنم و اینکه من چطور زندگیمو ادامه بدم. غرور زخمی؟ آره، هر چی اسمشو میخوای بذاری بذار. خودت به ذهنت رسید یا جایی خوندی؟ خودم ایلیا، خودم. خب من میدونستم چجوری اذیتت کنم، پس تصمیم گرفتم که بهت زن و بچه بدم و اینترپی رو پیش کشیدم. بگو ببینم، به من افتخار میکنی؟ پس به خاطر پول بود. پول فقط پوله. به خاطر عشق ایلیا. به خاطر عشق. معلوم هست اینجا چه خبره؟ چرا اسلحه داری؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ ازت خواستم که نیایی. این نامزد محبوبته؟ چرا اینقدر تعجب میکنی؟ تو میدونستی که من عاشق ماشا شدم و اون ازم گرفتی چون عادت داشتی همه چی ازم بگیری. لعنتی. خواهش میکنم بیاین آروم صحبت کنیم. فقط اسلحه رو کنار بذارید لطفاً. گوش کن ماشا. میدونی که اینجا جلوی من نشسته؟ این همون کسیه که تمام این داستانا رو سرم پیاده کرد. بگو ببینم اصلا بهش گفتی که شغل قدیمی چی بوده؟ در حالی که اعتماد اونو پدرش رو جلب کردی تو ازشون سوء استفاده کنی. بگو ببینم طرز تفکر اون موقع چی بوده؟ ماشا تو حتی نمیدونی اون چه جور آدمیه و چقدر خطرناکه. ماشا باورش من میکنی؟ اصلا نمیفهمم اینجا چه خبره. ماشا واسه ببینم. لعنتی. کثافت. یورا خواهش میکنم. خواهش میکنم نکن. لطفاً. ماشا لطفاً خواهش میکنم.
آره، اما فکر کردم قبلا بهتون ثابت شده که شلی کاملا تصادفی بوده. خب دفاع شخصی ثابت شده، کاملا درسته، اما همه موارد الان برام روشن نیست. مثلا چه چیزی؟ مال کیه؟ الکساندر الکساندروویچ ادعا میکنه که این اسلحه رو به مرد مقتول داده، به عنوان همسر دخترش. خب اگه سانیچ اینطوری میگه پس حتما همینطوره دیگه. خب غیر از این هیچ مدرکی وجود نداره، به جز شهادت دخترش. دقیقاً عین هم. هیچ کس تا به حال مرد مقتول رو با تفنگ ندیده بود. خب حالا اگه این اسلحه رو تو برده باشی سر صحنه، یه اگر پیش میاد. اون موقع نه تنها دفاع شخصی نبوده بلکه کاملا برعکسه. گوش کن آقای بازپرس، راستش من خیلی خسته شدم. دکترها بهم توصیه کردن فعلا استراحت کنم چون نیاز به استراحت دارم. تو بازم بهم دروغ گفتی ایلیا. ما با هم توافق کرده بودیم. چرا اینطوری فکر میکنی؟ من همه چی رو بهت گفتم، همه یه چیزایی که در موردش پرسیدی. از داستانای تو چی باید بفهمم؟ هیچ مدرکی وجود نداره. نه باجگیری، نه رشوه و خود شاهدام حرفی نمیزنن. به طور رسمی نمیتونم تو رو بازداشت کنم. بهتون گفته بودم که من داوطلبانه حرف میزنم. میدونی؟ به هر حال بالاخره یه بار تو رو گیر میندازم. الان متوجهی که چطوری نگات میکنم؟ تو میدونی که مقصری یا قصر در میری. ببینید آقای بازپرس، شما هیچ مدرکی از من ندارین. پس چرا میترسی؟ نه اصلا، راحتم، هیچ چیزی برای ترسیدن وجود نداره. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیتس مدیا ممنون. اینترتینمنت. خدا حافظ. خداحافظ. خب چی شد؟ خب همه چیز تموم شد. بابات کجاست؟ چرا؟ الان میخوام برم پیشش بهش بگم ممنونم بابت همه چی. فکرشو بکن، اون اومد و به نفعم شهادت داد. من در مورد اسلحه گیر بودم. پدرت آدم خیلی بزرگیه. نوشیدنی؟ البته دیگه مشکلی نیست. همه چی درست شده. دکتر گفت میتونی بنوشی. سیگار بکشی، برقصی، هر کاری دوست داری بکن. گوش کن ماشا، منو ببخش. بیا از اینجا بریم باشه. بریم.